حال دنیا را پرسیدم من از فرزانه‌ای. گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه‌ای. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا برق است یا باد است یا افسانه‌ای. گفتمش اینها که می‌بینی چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه‌ای. گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه‌ای. ابوسعید ابوالخیر.